از اهل تسنن بخونید، از تشیع بخونید، محدودیت مذهبی و فرقی و اینها قائل نشید. اینا اینقدر بزرگ بودن که همه، خب بسیار از اینها مثلا مولانا اینا تو فرهنگ تسنن بزرگ شدن. ولی شما آثار هیچ کس میگه که آقا این سنی بوده یا شیعه بوده یا شیعه، شما میگید که اون شیعه بوده ما نمیخونیم، یا مثلا فرض کنید این یکی سنی بوده. من این چیزها رو فراموش کنید. ما اون چی که مهمه فرق ملاکش خداوند مشیتش بر این قرار گرفته بوده که فرقای گوناگون باشن. انا جعلناکم، ما قرار دادیم شعوبا و قبایل، کرد درست کردیم، چیز درست کردیم، ادیان مختلف. انا جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. ان اکرمکم، ملاک چیه؟ ملاکتون هم اون چیزاتون نیست، قومیت و فرقتون نیست، ملاکتون تقواتونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنابراین بر ملاک تقوا ما میتونیم با هم دیگه دوست بشیم.